همینجوری همه گفتن اوه 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 شم رو این چه قیافه و ترس و وحشتی هم رعبی ما بین مردم میافتاد که این عجب قیافه نخراشیده و نتراشیده داره. از اون پشت چادر سبز صدا برسون به طفل بیگناه من تا این خوند وقتی دیدن شم همون مهدی پادشاه گفت کسکش شم گریه نمیکنه کیرم به کستنت مردم همه دارن نگاه میکنن زن قبه خنجر بکش با آقا حمله کن. یه مرتبه حالش جا اومد و تی صدا کجا میاد کیه دوباره از پشت چادر به طفل بیگناه من قطره اسم قطره که اومد دوباره شم از پشت پرده و همون مهدی گفت کسکش کیرم به کس خار کسکش زنت گایدم دیوس خنجرت بکش چرا تو سرت میزنی مردم دارن هر هر میخندن کس تعزیه همه باید گریه کنن مادر قبه کسکش خدا میدونه به اینور زنت میگم آقا یه وقت خنجر کش چشش میخورد به این سبزه همه حرارت و آتش جنگش میخوابید دوباره خنجر میذاره سر جاش به این نیزه تکیه داد و دوباره به طفل بیگناه من قطره ای آب تا اسم آب اومد حسین شم خنجر رو ول کرد زد تو پیشونی آقا اما مهدی از اون پشت گفت کسکش ریدی تو ترس خدا نکنه پات بیاد اینور ننت میکنم چونه پدرت کسکش. یه وقت شم خنجر کشید گفت آقا جانم قدر آب پشت چادره هم برو خودت بخور هم به بچه‌هات بده اگه همون مهدی هم ارزد خودم خارجم علی القوم الظالمین فسیعلمون الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون لا اله الا الله. کشور کاملا اسلامی مملکت همه داد دین و تقدس میزنن الله گوشه عزادارم چرا لا اله الا گوشه ماتم زده نگاه میکنی عده‌ای در عین غم و ماتم بشاش چرا؟ به دلیل اتصال معنوی خدا این کنسپت و این وحی و الهام از طرف اونه. یه لحظه ثانیه ارتباط معنوی پاره بشه خارت گاییده لا اله الا الله.
خدا شاهده در بعضی از روایات و احادیث در کتب مختلف من نگاه کردم بعید العهد بودم. چجوری اینجوری میشه؟ پاره میشه، گسسته میشه. لا اله. این کشور نخاله داره. کجا؟ میگم. ای اونایی که دامنا میاد بالای باسنات، ای اونایی که شلوارا میاد زیر زانوهات، ای اونایی که یقه هاتون بازه رو ممه هات، ای اونایی که ماتیک میمالین رو لباتون، ای اونایی که فر موجه میزنین به موجه هاتون، ای اونایی که خط چش داره دور چشاتون، اونایی که سایه چش داره زیر ابروهاتون، ای اونایی که مثل قلم میمونه کمراتون، ای اونایی که ای اونایی که زمرد میزنین به چوچراتون، ای اونایی که نیمه های شب قلب میخورین با دوز به ذرات، همه ناله کنه یا مالو هرکی حاجت داره گرفتاره آیاش نمی با من ناله کن. آدم میمیره براتون، آدم میمیره براتون، آدم میمیره براتون، آدم میمیره براتون. عاشق حسین بشه فداتون، قربون پشم کزار. هر کی ناله نکنه انشالله کیرش راست نشه. خدایا ما رو ببخش و بیا. قرضمندان اضافه، مریضان اسلام پیاده به دکتر مفرست. خدایا ما رو آمرزیدی از کرمت، نیامرزیدی به کسکشی میافتی. لا یستوون، اینطوری نیست. ما اهل خدا و دل و ایمانی، ما را با یه مش کسکش یهودی یکی کنیم معاذالله. اونا برن جای صفا، ما بریم جای دوتا قزوینی خیلی اعمالشون کیری بوده، کودک نواز بوده. این خارکوزا مرده بگو بگیره. حال بدین به جلستون، هرچی میخوام رهاتون کنم میبینم این حال حیفه. من شهر اینو زیاد منبر رفتم اما این حالو نداشتم.
یارم برم ضعف بدنی خدا میدونی من راجع به کس ضعیفم طاقت ندارم نمیدونم دم مال اگه کس گرون باشه